سلام بچه‌ها، من میخوام امروز بهتون یه پنکیک ساده و خوشمزه برای کوچولوها یاد بدم که خیلی سریع هم آماده میشه. چیز زیادی لازم ندارید. من خودم از این پوره های میوه آماده استفاده کردم، ولی شما میتونید یه موز رو با چنگال له کنید و استفاده کنید ازش. یه قاشق آرد و 2 تا تخم مرغ. نه به شیر نیاز داره نه به شکر، چون که برای کوچولوها ضرر داره. موادمون رو که با هم قاطی کردیم حسابی همش میزنیم. حالا شما میتونید از همزن برقی استفاده کنید یا عین من همزن دستی، هیچ فرقی نداره. مهم اینه که آخرش حسابی رقیق بشه موادمون. خب موادمون که این شکلی شد، تابه رو میذاریم. قشنگ میبینید که رقیق شد. تابه رو میذاریم رو حرارت، با ملاقه مواد رو میریزیم روش و سب میکنیم. حالا باید تون هم چک کنیم، ولی سب میکنیم که حبابای ریزی که زد تقریبا آماده باید باشه. حالا ما اینجوری برش میگردیم. البته شما عین ما هول نشید. اینجوری برش میگردونیم این شکلی که شده باشه قشنگ آماده و حاضره. میتونید اون روش هم سرخ کنید و دیگه کم مونده که آماده شه دیگه. پنکیک های ما آماده است. امیدوارم که اینجوری خوشگلش کنید و کوچولوهاتون لذت ببرن. نوش جان. ممنون از حمایتتون. مرسی که ویدیو یوتیوب ما نگاه میکنید. برای دوستاتونم بفرستید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی.